دوستان گرانمهر را درود. رسیدیم به قسمت 4 تاریخ به زبان ساده. در این قسمتی از برنامه زندگی، مرگ و دولتداری نادرشاه افشار را به بحث و بررسی میگیریم. نادر افشار از قبیله افشار در یک خانواده بسیار فقیر در ولایت خراسان امروزی به دنیا می آید. پدر نادر به خاطر گذراندن روزگار به پست‌اندوزی مشغول بود. نادر به سن نوجوانی نرسیده پدرش را از دست میده و مجبور میشه همو کسب پدر را دنبال کنه تا اینکه ازبک ها به ولایت خراسان حمله میکنه. نادر و مادرش اسیر ازبک ها میشه. نادر مدت زیاد را در زندان ازبک ها دور از زادگاهش سپری مونه و اونجا مادرش را به خاطر کسالت و مرضی که داشت از دست میده. نادر از زندان ازبک ها فرار میکنه و دوباره بر میگرده به خراسان. نادر وقتی به سرزمین آبایی و اجدادی خودش برمیگرده دیگر از او پست‌اندوزی خبری نیست. با راهزنا دوست میشه. همونطوری که در اوایل ویدیو گفتم، نادر در یک خانواده بسیار فقیری به دنیا آمد و کودک های بسیار بدی داشت و همین طبیعت خشین از نادر یک شخصیت بسیار خشین و بیرحم میسازد. نادر با راهزنا رفیق میشه و در اینجا بسیار خوب کار میکنه تا اینکه آوازه و شهرت نادر به گوش یکی از فیودال های محلی میرسه و اونا از نادر دعوت میکنه که بیای امو ارتش کوچیک شخصی ای خان را به عهده بگیره. نادر قبول میکنه و چند مدتی با ای ارباب و یا خان کار میکنه و بعد از او یک خان نسبتاً مشهورتر و بزرگتر و سرمایه‌دارتر در ولایت خراسان آوازه نادر را میشنوه و از نادر درخواست میکنه که ارتشش را به عهده بگیرم و ارتش شخصی خودش را. که او خان گفتم که نسبتاً بزرگتر و ارتشش تعدادش خیلی زیادتر بود. نادر قبول میکنه و به او میپیونده و مدت ها با این خان کار میکنه تا ای که آوازه نادر به گوش شاه طهماسب میرسه و شاه طهماسب از نادرشاه افشار درخواست میکنه که بیاید سپهسالار شاه طهماسب شود. نادر میدانست که شاه طهماسب از خانواده صفوی است و نادر هم یک آدم بسیار جا طلب و زرنگ بود. بدون درنگ این درخواست را میپذیره و همین فیودال و یا خان را که فعلا نادر همراهش کار میکنه ای را به قتل میرسنه و ارتش را با خود یک جای میبره و به شاه طهماسب میپیونده. در ویدیوی قبلی گفتم که شاه طهماسب سپهسالارش نادرشاه افشار بود و نادرشاه افشار چگونه شاه اشرف افغان را شکست داد و از اینجا شروع میکنیم که نادرشاه افشار چگونه هرات و بعد قندهار را تصرف کرد. نادرشاه افشار بعد از شکست و قتل شاه اشرف افغان لشکرکشی میکنه به هرات امروزی. نادر به مرزهای هرات نرسیده به خانها و بزرگان هرات که عمدتاً ابدالی ها بودن نامه میفرسته و اونا را کمی با زور و بیشتر با سیاست متقاعد منه که همچنان
بی‌طرفی خودش را حفظ کنه و اونا به ناچار میپذیره و لشکر نادرشاه افشار داخل شهر قندهار میشه و از شهر قندهار نادرشاه افشار به امیر حسین افغان التیماتوم میده که یا تسلیم شود و یا با یک لشکر بسیار عظیمی روبرو خواهد شد. ناگفته نماند که نادرشاه افشار در نامه‌ای که به امیر حسین افغان نوشته بود امتیازات را هم به امیر حسین افغان پیشنهاد داده بود و آن این که اگر امیر حسین افغان بدون جنگ تسلیم شود همچنان میتونه که والی ولایت قندهار باقی بمانه. اما امیر حسین افغان به پیشنهاد نادرشاه افشار پشت پا میزنه و به شدت رد میکنه این پیشنهاد را و جنگ را راه حل میدنه. نادر به ناچار به قندهار لشکر کشی میکنه و نادر به قندهار نرسیده امیر حسین افغان میدانست که نادرشاه افشار همو ترفند را که علیه شاه اشرف افغان که همانا تصرف اصفهان بود اینجا هم به کار میبره که قندهار را تصرف کنه. امیر حسین افغان آنقدر غلجات از بیرون از قندهار داخل شهر قندهار میاره که ولایت مثلا قلات و ولسوالی های همجوار قلات دوچار کمبود غلجات میشه. نادر 9 ماه تمام شهر قندهار را محاصره میکنه. نه تنها این که هیچ صدمه به امیر حسین افغان نمیزنه بلکه عساکر و نظامی های امیر حسین افغان شب هنگام می آمدن به گوشه ای از لشکر نادر شب خون میزن و تعداد را می کشتن و دوباره بر می گشتن به داخل شهر قندهار. نادرشاه افشار دمی شب خون زدن و جنگ فرسایشی دوروبر 5000 یا 3000 سرباز را از دست میده تا این که نادر مجبور میشه یک قلعه بسیار بزرگ را اونجا جور کنه و تا اینکه از شب خون سربازان امیر حسین افغان در امان باشه. دوستایی که امروزه از شهر قندهار به طرف هرات اگر مسافرت کردین اما بقایای اینمزی قلعه هنوزم در بین راهی هرات قندهار هنوزم هست. اگر به تاریخ علاقه دارین حتما برین این منطقه رو ببینید. بعد از 9 ماه و 15 روز نادر بالاخره مجبور میشه که حملات را علیه امیر حسین افغان شروع کنه. جنگ شدت میگیره، 10 ماه میشه. نادر بالاخره امین نقطه ضعف امیر حسین افغان را متوجه میشه و او ایه که امیر حسین افغان بیشترین حملات و ضربه را که به لشکر نادرشاه افشار میزنه یک کوهی است که روی از یک کوه 2 توپ را نصب کرده و او کوه به نام کوه چلزنه است که از او طریق نادر بسیار تلفات داد و نادر با تلفات بسیار سنگین بالاخره اینمی کوه چلزنه را تصرف منه که امروزه همی کوه چلزنه به یک محل گردشگری محلی تبدیل شده و نادر 2 توپ را روی از این کوه مسلط منه و از اونجا قندهار را چنان میکوبه. قندهار که یک شهر پر رونق اقتصادی و فرهنگی بود یک خرابه بیش نیست فعلا. تا ای که سربازها، افسرها و قماندانان نظامی امیر حسین افغان را تحت فشار قرار میتن که جنگ را از داخل شهر قندهار به کوهها و دره ها ببره. امیر حسین افغان به ناچار به خواست افسرها و قماندانها تن میتن. شب هنگام یکی از قماندانای
میرحسین افغان که میدانست آخر جنگ و نتیجه جنگ به سود نادرشاه افشار تمام میشه، امی خبر را به گوش نادرشاه افشار میرسانه. نادرشاه افشار به کمین نیروها و خود میرحسین افغان در بیرون شهر قندهار می نشیند تا اینکه میرحسین افغان از شهر قندهار بیرون می آید و در کمین نادرشاه افشار می خورد و اینجا بیشتر از نصف نیروهای میرحسین افغان قتل عام میشه. میرحسین افغان با تعداد بسیار اندک میتونه که فرار کنه به کوه ها و دره ها و جنگ را از اونجا دوباره آغاز کنه. دوروبر 1.5 ماه دیگه دوباره همین جنگ فرسایشی ادامه داره تا اینکه میرحسین افغان به ناچار تسلیم نادر افشار میشه. نادر افشار میرحسین افغان را خلی سلا کرده و به همراه خانوادهش به اصفهان میفرسته و در اصفهان بنا به گواهی تاریخ میر غلام محمد غبار نادر میرحسین افغان را مسموم میکنه و به تبریز تبعید میکنه که در اونجا بعد از مدت میرحسین افغان از دنیا میره. نادر بعد از تصرف قندهار برادرش پسرش رضا قلی را که یک شمشیرزن بسیار ماهر و همچنین یک سیاس بسیار خوبم بود، والی قندهار انتخاب کنه، مقرر کنه و دوباره برمیگرده به هرات و در هرات با یک جوان بسیار رشید، زرنگ، تیزهوش و همچنان یک جنگجوی خیلی خوب به نام احمد خان ابدالی که ما امروزه او را میشناسیم به نام احمد شاه ابدالی یا احمد شاه بابا. از همین جاست که نام قوم درانی بیشتر مشهور میشه به ابدالی به خاطر دلیری ها و جانفشانی های احمد شاه ابدالی یا احمد خان ابدالی. خب نادرشاه افشار به احمد خان ابدالی دستور میده که قمنده جلب و جذب نیروهای افغان را به عهده بگیره و از این درخواست میکنه که 10,000 نیرو از قوم ابدالی و 4,000 نیرو از قوم غلجایی برای نبرد آینده آماده کنه و خودش سپهسالار همه لشکر باشه. و در کنار از این نادر افشار از هرات تعداد بسیار زیادی از ابدالی ها را کش میده به قندهار و در قندهار نامه می نویسه به پسرش رضا قلی که غلجای ها را از قندهار کش بدن به طرف هرات تا اینکه توازن قدرت حفظ شوه و غلجای ها دوباره نتوانند که سربازگیری کنه و یک بار دیگر مشکل جور کنه بخش نادرشاه افشار. و نادر وظیفه را به احمد خان ابدالی میته کوچاندن غلجای ها به هرات و ابدالی ها به قندهار وقتی انجام میشه، نادر دوباره بر میگرده به اصفهان و از اصفهان به امپراتوری عثمانی نامه می نویسه که سرزمین های اشغال شده را دوباره به شاهنشاهی جدید خراسان زمین برگردانه. اونا سر باز میزنه و جنگ بسیار شدیدی در مازندران و گیلان اتفاق میفته که به شکست فجیع امپراتوری عثمانی میپیونده. اونا از مرزهای خراسان یک بار دیگر عقب نشینی میکنه. و جنگ دیگری در عراق امروزی رخ میده. نادر افشار شاه طهماسب را به همراه 7,000 یا 8,000 سرباز به طرف عراق میفرسته که در اونجا متاسفانه شاه طهماسب بار دیگر شکست میخوره و یک معاهده ننگین دیگر بار دیگر با
امپراتوری عثمانی امضا میکنه و اینجاست که نادرشاه افشار شاه طهماسب را از شاهنشاهی خلع میکنه و پسر 1 سالهش را به جایش انتخاب منه و خودش میشه نایب السلطنه. و نادر بار دیگر لشکرکشی میکنه به عراق و عثمانی ها را از مرزهای خراسان زمین دور میکنه. وقت نادر بر میگرده به اصفهان، نامه منویسه به امپراتوری پتر کبیر روسیه و از اونا میخواهد که سرزمین های اشغال شده ای را دوباره برگردنه به نادر و خراسان زمین. اونا که جنگ نادر افشار با امپراتوری عثمانی را دقیق متوجه بودند و دقیق دنبال میکردند، به ناچار سرزمین های اشغال شده را یک بار دیگر به نادر واگذار میکنه و اینجا باید گفت که نادر افشار همو اقتدار و شکوفایی خراسان زمین یا خراسان بزرگ را دوباره برمیگرده. نادر برمیگرده به اصفهان و از اصفهان دوباره برمیگرده به مشهد و اینجاست که نادر یک اشتباه بسیار بزرگ را مرتکب میشه که در آخر آدم میتونه حدس بزنه که مرگ و ختم دودمان افشار به همین خاطر بوده. وقت نادر به مشهد برمیگرده به ولایت خراسان امروزی، در اونجا یک جرگه را تشکیل میتن که اون سران همون جرگه بیشتر تحت امر نادر بود و در اونجا نادر همون تاج شاهی امپراتوری خراسان را میپذیره و برای پذیرفتن شاهنشاهی خراسان زمین نادر چند تا شرط داره. یک شرطش همی است که نادر از قبیله افشار بود و سنی مذهب و مذهب سنی میشه مذهب رسمی دولت به شاهنشاهی نادرشاه. و دوم اشتباه نادرشاه افشاری بود که پایتخت را از اصفهان منتقل میکنه به مشهد و در اینجا نادر قماندان ها و افسران بلند رتبه نظامی بسیار زیادی از نادر دلخور میشه به خاطر قوم و قبیله پرستی. خب به هر صورت نادر برمیگرده به هرات و میبینه اینجا احمد خان ابدالی یک لشکر 14,000 نفری بسیار زبده و آهنین آماده کرده و این به نادر فرصت میده که نادر حمله کنه به مرزهای امپراتوری بابری و یا گورکانی هند. نادر به غزنی حمله میکنه که غزنی و زمانا جزو قلمرو امپراتوری گورکانی هند بود. غزنی را تصرف میکنه و از غزنی راهی کابلستان و یا کابل امروزی میشه. کابل را تصرف میکنه با همین نیروی 14,000 نفری غلجایی و ابدالی و در کنار از اون نیروهای بسیار زیادی از فارس و لور و ترک و بلوچ. وقت نادر از کابل راهی جلال آباد میشه، خبر میرسه به نیروهایی که از این منطقه جلال آباد و خوست و پکتیا و لغمان و پکتیکا و او طرف خیبر تا پشاور، خبر میرسه به اینا که پیش قراولان نادرشاه افشار پشتونهایی است از قوم ابدالی و غلجایی. اونا بدون درنگ تسلیم میشه، چون اونا هم پشتون بودن، در مقابل پشتون نمی جنگن. تسلیم میشه و این باعث خرسندی بسیار زیادی نادرشاه افشار میشه. نادر وقتی به جلال آباد میرسه 1,000,000 روپیه امروز بین مردم تقسیم میکنه
و از آنجا باید یادآور شوم که دوروبر 2000 نفر عسکر مجرب و تعلیم دیده از قبیله شینواری به خاطر پشتون بودن احمد خان ابدالی وارد لشکر احمد خان ابدالی میشه و اینا از طریق لاهور، پشاور، سند تا اینکه به پایتخت امپراتوری گورکانی یا بابری هند که همانا دهلی است میرسه. در او زمان پادشاه امپراتوری هند کسی به نام محمد شاه بود که اونا بدون درنگ تسلیم نادرشاه افشار میشه. شب هنگام بنا به دلایل بین مردم آوازه میشه که نادرشاه افشار ترور شده توسط کسانی از داخل لشکر نادرشاه افشار. مردم خودجوش حمله میکنن به اردوگاه نادرشاه افشار و نادرشاه افشار خشمگین میشن. همانطوری که در اوایل ویدیو گفتم که نادرشاه افشار کودکی های بسیار بدی را سپری کرده بود و طبیعت خشین از نادر یک آدم بسیار خشین ساخته بود و اینجاست که نادر یک قتل عام بسیار فجیح را در دهلی را میندازه و مردم یک بار دیگر عقب نشینی میکنه و آرام میشه. محمد شاه در کنار از این که تسلیم میشه هدایای بسیار زیاد را به خاطر نگه داشتن تاج تخت خودش به نادر هدیه میده و از او جمله الماس کوهنور و الماس تخت طاووس است. در کنار از این طلاهای بسیار زیاد را، چون امی امپراتوری گورکانی و بابری هند یک امپراتوری بود بسیار ثروتمند. نادرشاه دوباره برمیگرده طرف هرات یا طرف پایتخت خراسان زمین که مشهد است. فعلا در وسط راه همونطوری که گفتم وقت نادرشاه افشار پایتخت را از اصفهان به مشهد انتقال داد به خراسان امروزی، قماندان ها، سرباز ها و مشاورای نادر بسیار از نادر دلخور شدند و اینجا اونا یک توطئه را انداختند که گویا رضا قلی پسر نادرشاه افشار قصد توطئه و ترور پدرش را دارد. نادرشاه افشار اینجاست که به دام مشاورا و نظامیان بلند رتبه خودش میفته و متاسفانه رضا قلی پسر بزرگش را کور میکنه و بعد از او وقتی متوجه میشه که پسرش همچین قصد را نداشته و این یک توطئه بود، همو اطرافیانی که اونجا بوده اونا را به قتل میرسانه. شب دوم سیومش نادر افشار بنا به دلایلی در داخل خیمه توسط افسران ناراضی از قزلباش و خانواده قاجار که دیگه از این به بعد ما به تاریخ ایران زمین نمی پردازیم چون ما میخوایم تاریخ افغانستان را به زبان ساده بیان کنم. خب شما اگر مایل باشین که بخوانین که بعد از این چی شد میتونین که تاریخ را بخوانین، اما قتل نادرشاه افشار به دست افسران بلند رتبه از قوم قزلباش و خانواده قاجار اتفاق میفته. فردا شبش باز همینا میخواسته که به چادر و غنایمی که نادرشاه افشار از هند با خودش آورده بود دست برد بزنه، اما احمد شاه ابدالی یا احمد خان ابدالی نمیمانه که اتفاق بیفته و مانع از این کار میشه و بعد از اون
خانواده نادرشاه افشار همو الماس کوهنور را که امروز از با ارزشترین الماس در تمام دنیا است، نه از نگاه بزرگی یا وزن از او، بلکه این الماس از نگاه ازی با ارزش است که از قدیم تا به امروز در دست شاه‌ها دست به دست شده و موقعیت امروزی از این الماس، اینی الماس ارزشش بسیار بالا برده. خب اونا خانواده نادر الماس کوهنور را هدیه میده به خاطر پاسداری از حریم خصوصی نادرشاه افشار به احمد خان ابدالی. و این الماس مدتها بعد به پاکستان انتقال می‌یابد و بعد از او به دست انگلیس ها میفته که امروزه در تاج ملکه بریتانیا است و همانطوری که گفتم با ارزشترین و قیمتترین الماسی است که فعلا در دنیا است، نه از نگاه وزن بلکه از نگاه جایگاه امروزی و قبلش. وقتی لشکر نادر که فعلا نیست به سپهسالاری احمد خان ابدالی برمیگرده به مشهد و اینجاست که احمد شاه ابدالی رسما کلید جدایی افغانستان از ایران را میزنه، چون احمد شاه ابدالی فعلا نه تنها این که یک سپهسالار بسیار زوبده، قوی و تجربه کار است، در کنار از بسیار یک سیاس است و همچنان یک لشکری دوروبر 20,000 نفری بسیار زوبده و تجربه کار را در دست دارد. بعد از ای که اینا برمیگرده به مشهد، احمد شاه ابدالی برمیگرده به هرات و به همه جغرافیای افغانستان امروزی قناعت منه، در حالی که او طرف در جغرافیای خراسان زمین یک حکومتی آدم میشه گفت آنارشی تمام عیار در داخل خراسان زمین شکل میگیره. از هر گوشه هر کسی دولتی تشکیل میده دیگه. از اینجا به بعد خراسان زمین، خراسان بزرگ یک بار دیگر برای همیشه از نقشه پاک میشه. درسته بعد از این که دیگه امپراتورها آمدن، اونا توانستن تا جای همون نقش صفویان و ساسانیان و گذشته تا نقش نادرشاه افشار را بازی کنن، اما همیشه ناکام بودن. خب به هر صورت در اینجا، از اینجا به بعد دیگه روی بحث ما بیشتر جغرافیای امروزی افغانستان است و در ویدیوی بعدی انشالله زندگی، دولتداری و مرگ احمد شاه ابدالی یا درانی را به بحث و بررسی میگیریم. تا دیدار بعد، بدرود.